سلام، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به چنل ویزایدر. من و این اولین ویدیویی که قراره با هم دیگه باشیم و من حوزه گیم قراره فعالیت کنم. حالا قبلا چنل‌های شکست خورده داشتم، شاید من دیدید شاید هم ندیدید، حالا صاحبم تعدادش بالا نبوده، ولی این سری اومدم با یه کامبک قدرتمند. باختایی که دادم بود سنگین ولی حالا برگشتم با یه کامبک و یاور همیشگیم هوش مصنوعی. پرسیدم گفتم من فلان ایده رو دارم، بسار ایده رو دارم. ویدیو اول پرسش و پاسخ بگیرم اوکیه؟ گفت آره میتونه خوب باشه برای اینکه مخاطبت بیشتر بشناسدت. منم گفتم که خب چنل و پیج و اینا رو همه رو تازه زدم، گفتم مخاطبی ندارم، خودت چندین تا از من سوال بپرس، من جواب میدم تا مخاطب بیشتر منو بشناسه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. ممنون میشم از اولین ویدیو من حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب رو بذارید و بدون معطلی بزنید به سراغ این ویدیو. الان بریم شروع کنیم. زده انگیزه اصلی شما برای شروع کانال یوتیوب چه بود؟ ببینید من کلا یوتیوب و یوتیوبریاری رو دوست داشتم. گیم هم از این ور بود. یوتیوب یه راهی بود که من هم میتونم گیممو انجام بدم، هم میتونم ویدیو بذارم. اگه بخواید محتوای کانالتون رو در یک جمله توصیف کنید چه میگید؟ ببین خب این اولین محتواییه که داخل این چنل میذارم، ولی کلا چون تجربه داشتم بخوام صحبت کنم، دوست دارم مثلا تسکین درد باشم برای بقیه. یعنی یه ویدیو بذارم که به بقیه حال کنن و یه سری اتفاقات دوست دارم رقم بزنم که اگه الان بگم یه اسپویلی میشه به آینده. 100% در ویدیو بعدی راجع به صحبت میکنم. اسمش کانال شما از کجا اومده و چه معنی داره؟ ببین من الان از اولین ویدیویی که گذاشتم بدون چهره بود، اون موقع گیم پلی بود یا مثلا باگ گیفلابی و اینجور چیزا بود، اون موقع اینجور چیزا ترند. من حتی فیس نداشتم. بعد اون یه چنل دیگه اومد، با فیس فعالیت کردم، یه سری مشکلات پیش اومد و این الان مثلا یه چنل دیگه است. اسم من همیشه نیکنیم من ویزارد بوده، یعنی کل دور و بریای منو به اسم ویزارد میشناسن و جریان ویزاردم اینطوری بود که ما کلش رویال کلنز بازی میکردیم. کارت مورد علاقه هم میجوره ویزارد بود، خیلی خوشم میومد و معنیش هم جالب میشد. جادوگر بازی من ملت یه خورده یه جورایی در حد خودم قبولم داشتن، هی مثلا میگفتم بازیت خوبه و اینا. حتی یه بارم مثلا پیش اومد به صورت رندوم با یه سکواد رفتم و حالا شانسی اون دست روی روال بودم، چند تا کیل میزدم و بهم میگفتن تو مثلا چیتری، جادوگری یا این دو چیزا دیگه. جادوگری که معنی خاص اینو گفتیم ویزارد باشیم. حالا بعد به مرور که گذشت داخل حالا بتل رویال رنگ میرفتیم یا کلش اسکوادی هم مولتی میرفتیم، دیگه اینطوری شد که کاراکتر مورد علاقم توی مارول همیشه اسپایدرمن بوده، مرد عنکبوتی، و ترکیب ویزارد و اسپایدرمن میشد ویزایدرمن و ویزارد خیلی آمده بودن ازش گذاشته بودن و خب طبیعتا خود ویزارد کلش آف کلنز و رویال خیلی هویت بیشتری داره تا من. دنبال یه اسم بودم که مختص خودم باشه، سر همین گفتم چه اسمی بهتر از ویزایدرمن و اون شد که گذاشت. کجا زندگی میکنید و بهترین چیز در مورد شهرتان چیست؟ ببینید من متولد تهرانم، بزرگ شده تهران، خومش بیشتر بودم تا خودش، یعنی دور تا دور تهران ما تقریبا بودیم. بعدش 3 ساله که وارد کرج اونجا شدیم و زندگی اونجا داشتیم پیشه میگرفتیم. الان من نزدیک 2-3 روزه که اومدم شمال و پیش مادر بزرگم الان دارم زندگی میکنم. ما اینجا مامان جون صداش میکنیم و اینکه ایشالله کارمون اینجا بگیریم. سرگرمی مورد علاقه شما خارج از تولید محتوا چیه؟ 100% گیم هست. یه مدتیه که یه ورزشی هم هست در حد خودم، حالا مثلا اونقدر بدنم خفن نیست و یه سری حرکات رو نمیتونم انجام بدم، ولی در حد خودم یه سری حرکات میزنم. روبیک بلدم حل کنم، 3 درصد حل میکنم و گیم هم که همیشه بوده. من یه سری گیم های ثابت دارم که پلی میدم، بعد اگه قرار باشه استریم هم کنم تک تکش آشنا میشید و میفهمید. اگه میتوانستید با یه یوتیوبر مشهور همکاری کنید چه کسی انتخاب می‌کردید؟ توی یوتیوبر خارجی یه کسی که خیلی دوست داشتم و دارم مستر بیست همیشه بوده و ایرانی هم که از اون اول میا پلیز بوده و مثلا میا پلیز رو من همیشه میگم کنارش کوروش و ایمانم شما تصور کنید.
یعنی کوروشو واقعا من به شخص دوست دارم. میام فوق‌العاده بوده. ایمانم که بعدها اضافه شد اونم بوده. یعنی من کوروش و میا رو از زمانی که لباس خیلی گنده بادی پوشیده بودن، فکر کنم حتی قبل اونم مثلا ویدیوهاشون رو دیده بودم و خیلی جالب بود. من زمانی با این آشنا شدم توی یه گپ فری فایر بودم، ادمین اونجا پروفایلش میا و کوروش بود، مثلا به عکسای متعدد 20 تا. بعد توی دیسکریپشن نوشته بود اگه میخواید بدین پروفایلم کیه تو یوتیوب سرچ کنید میا پلیس، و من سرچ کردم و از اونجا بعدش حالا ساجستشنام شد وینسنزو، فهمیدم توی فری فایر هم مثلا فعالیت میکنم. بعد مثلا با کیودی پای آشنا شدم، آریا کوسر آشنا شدم و دیگه علاقه و ایناییش از اونجا اومد. اولین هدف سابسکرایبر چند نفر. من دوست دارم 100 نفره رو ببینم. خب طبیعتا 3 رقمی میشه. الان سابسکرایبر من 0، یعنی خودم امروز سابسکرایبرام نیستم. این داره آپلود میشه، یعنی من میتونه اولین سابسکرایبم اولین هدفم باشه. میتونه 10 تا، ولی خب من 100 تا رو دوست دارم. بعدش هم 1000 تایی و بعد که 100,000 تایی که واقعا دوست دارم اون لوحه رو ببینم که روش نوشته نمیدونم چی، ولی اسم منو نوشته ویزایدرمن، اسم چنلو، و دوست دارم اون. ترجیح میدهید یک روز به گذشته سفر کنید یا یک روز به آینده؟ هیچ کدام حقیقتا، چون واقعا یه روز مثلا هیچ تأثیری نداره. اگه مثلا بگه مثلا چند سال گذشته یا چند سال آینده، چند سال گذشته رو انتخاب میکنم، چون خیلی میتونم کارهای بمبی کنم نسبت به چیزایی که الان بلدم. اگه مثلا بگن با همین طرز فکر و اینا برو چند سال میتونی بری چند سال گذشته، من گذشته رو انتخاب میکنم. ولی بگن نه مثلا بری عقب دوباره با از اول همه اینا رو تجربه کنی، میگم نه، به آینده میرم. و یه جمله بود کلیشه‌ای میشه گفت بود، ولی خب میخوام الان اونو مثال بزنم. میگه اگر دیروز نبود تجربه امروز نبود، اگر امروز بود عقل دیروز نبود. Kenarda bir köşede görmesen de varlar. بریم سوال بعدی. یک غذای مورد علاقه که هیچ وقت ازش دیر نمیشه. آخه من نمیدونم هوش مصنوعی چرا باید همچین سوالی بپرسه. یعنی واقعا مخاطب همچین چیزی براش مهمه؟ من فکر نکنم، ولی خب ببینید من واقعا بد غذا نیستم. خیلی غذا رو دوست دارم، مثلا کنسروی، تون ماهی خیلی دوست دارم، غذای خونگی قیمه رو خیلی دوست دارم، قرمه رو دوست دارم، غذای شمالی خیلی دوست دارم، فسنجون، فور ایور، تکتیکونی و کلی غذایی که دیگه که وجود داره. لوبیا پلو خیلی دوست دارم، ماکارونی دوست دارم، از اونور سوپ و آش فوق‌العاده دوست دارم و واقعا سیر نمیشم هر چقدر داشته باشم. یعنی از این برم فست فود مثلا پیتزا دوست دارم، برگر دوست دارم. ببین واقعا بد غذا نیستم. بزرگترین آرزوی شما برای کانالتان در 5 سال آینده چیست؟ 100% که لوح دکه یوتیوب دوست دارم داشته باشم در 5 سال. گرچند 5 سال زمان کمی نیست و قابل پیش بینی هم نیست چه اتفاقی میفته. شاید من 1000 تایی هم نبینم و تا 5 سال دیگه سربازیم رفته باشم، اومده باشم وارد کار مثلا دولتی شده باشم، یا سربازیمو برم دیگه بر نگردم. هیچی معلوم نیست، یا از شانسمو لبه مرز کردستان میافت. حالا کردستان هم اینطوری به ذهنم رسید شاید لبه یه مرز دیگه، یا شاید هم مثلا یه جای راحت افتادیم صبح رفتیم ظهر اومدیم خونم. و این بود سوالایی که هوش مصنوعی پرسیده بود. الان ویدیو خامش بالغ بر 20 دقیقه در اومده. همینو قطع کردم رفتم ادیت به حق 5 تن. همین امروز آپلود میشه. یعنی الان من ساعت رو بخوام بهتون بگم ساعت 10:15 من تا 12 یک ویدیو رو ادیت کنم، تامنیل، تایتل، همه چیش با خودمه. یعنی من هیچ کسو ندارم و فقط خودم و ایشالله تو ساب کنی و بشی تو و من و با مقی ساب کنم بشم من و تو با مقی. و امیدوارم که با هم حال کرده باشید و دوستتون دارم شدید. مراقب خودتون باشید. امیدوارم سالم سلامت در کنار خانواده‌تون باشید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.